اول خو یک حکومت جعل و یک حکومتی که با فشار نظامی در یک معامله آمده حرازی افغانستان را گرفته، او را به عنوان حکومت من نمیشناسمش. در برابر 63 نمایندگی افغانستان، یگانه نمایندگی که به شکل واقعیش در برابر یک گروه جهل استاده هست سفارت افغانستان است. شما اول فکر بکنید که اینا یک داد میزنن که امکانات ندارن. دو، دروازه های بانک برای تمام طالب ها بسته هست. اینا کی داد ستود با دنیا دارن. سوم، اینا کی هستن که اسما مطالبه میکنن که این پول برگردانید؟ سفارت افغانستان، بازم تکرار میکنم، خانه کوچکی هست. افغانستان است در اینجا در حدود 10,000 متر مربع زمین تعمیر دیپلمات ها و مردم کتما هستند. ما امکان داره که هزینه‌های متعددی هزار طرف پیدا بکنیم و در خدمت مردم افغانستان بسپاریم. من فکر میکنم که طالبا با این نامه خود سر خود پوزخند زدن و خود را مسخره ساختن. من فکر میکنم که سفارت یک اداره رسمی افغانستان است، چون مبلغ‌های متفاوت شاید به ایجا سرازیر شود. این سوال را طالبا حق نداره که اسما بکنه، برای اونا اجازه هم نمیده. من فکر میکنم سفارتی که در برابر اونا استاده است ماست. شما فکر کنین که اینا اشتباهاً چیزی را روان کردن، به هیچ سفارتی نرفت، اشتباهاً به ایجا رفت. معلوم است که شمشیر این سفارت در برابر از اونا تیز است و در برابر از اونها مبارزه میکند، هم در جبهه سرد هم در جبهه جنگ. من امیدوار هستم که خداوند همیشه اونا را بیعقل بسازه، اگر مبلغی پیدا بکنن به سفارت افغانستان ارسال کنند.